عشقا به ویدیو جدید یوتیوب خوش اومدید. Fuck you dancing for you looking lame as hell. Facts. For this bitch on time cause I don't take no L. Facts. Met this white bitch on Omegle, she said ASL. Facts. I don't do relationships, they lame as hell. Facts. دوستان ما اینجا 25 تا از معروف ترین شانسی های دنیا رو داریم و اینا قیمتشون واقعا زیاده بچه‌ها. فکر کنم اینا نزدیک 20 میلیون تومان کل اینا شدن. تمام لبوبوها رو داریم، تمام شانسی های ترند رو داریم. هر کدوم هم اسمای خاص خودشون رو دارن. مثلا این لبوبوه چه میدونم یکیش چی بود؟ سینونوه. نه بابا چیز پیکاچو. این واقعا لبوبوه. دارم توضیح میدم. قبل از اینکه بریم همه اینا رو باز کنیم باید یه تغییر ریز بدیم اینجا. چی؟ آماده یه بشکم بزنم اینجا یه تغییری بکنم؟ بله. اینجا رو باش. ببین چیکار کاری نکردیم بچه، فقط اینا رو نصف کردیم که اینجا باز بشه شما ببینید ما میخوایم چیکار کنیم. و برای شروع ما میخوایم معروف ترین لبوبوها رو بدون هیچ چالش و بازی باز کنیم با هم دیگه. دو تا علی داره، دو تا من دارم. برای هر دو تامون هم عین هم دیگه است. نه با هم همزمان باز میکنیم. خب اینو بذار اون. اول میریم سراغ انرژیا. انرژیا رو اول باز کنیم. اندکون نگو میریزن لبوبوهای دیگه، دیوانه نباش. بچه بیا توشو نبینیم. خدا بذار ببینم انرژیا چجوریه. بذار اول توشو نبینیم. ببین اول رو بکنیم اون بعد باز کنیم. من باز می‌شم. الان رو تو بکن من. من رو چی شد؟ فولشو در بردی. یک دو دوباره این رنگه علی برا من سیکرت برا من. وای بچه این برا من شد. از این دوربین هم میتونیم ببینیم. نگاه کن چه خوشگله. وای برا من خیلی خوبه. این سیکرته. سیکرت نیست. نه این سیکرت نیست. آره ولی برا من سیکرته. چقدر باحالن اینا. وای این تازه چیزا انرژیا بودن. حالا بریم برای کوکا. آقا اینا رو بذار بریم. نمیدونی چقدر پول برای اینا خرج شده. آقا دوتای بعدی انرژی بودن. بریم ببینیم چی تو ایناست. وای خدایا انرژی شده ای بابا. 3 2 1 دو تامون همونیم که کوکا رو داشت. نه این پشماش. من چقدر دوست داشتم اینو در آخ چیه کاری چقدر خوشگل. خیلی گوگولی تر نیست. وای خیلی گوگولی ان دوتاشون خیلی. اینا الان دو تا شیطان تو خونمونه. وای میگن لبوبو شیطانیه. فرض کن این همه شیطان همزمان اینجا. خالیه. حالا از اینجا به بعد بازی کلا فرق میکنه بچه‌ها. من و علی دو تا حالت داریم برای باز کردن این شانسیا. حالت اول انجام دادن سنگ‌ها از قیچیه و حالت دوم اینه بچه‌ها. یه گردون است میچرخونیم، یا اسم علی میفته یا اسم من میفته. اسم هر کسی که بیفته یا هر کسی که توی سنگ از قیچی ببره اون میتونه انتخاب کنه کدوم یکی از اینا رو باز کنه. گرفتین؟ خیلی قراره حال بده. خیلی قراره. دفعه آخر دشمن میزنی. من میگم اولیو گردونه بریم. اولیو بریم گردونه. آقا 1 2 3 و نگاه میکنیم. علی میز میشینه. توی آقا من میخوام این لبوبو رو باز کنم. فعلا میخوام لبوبو رو تموم کنم. این چه نوع لبوبویه؟ کیو دیدی مثلا لبوبو رو بغل بکن. خب این فرق داره با بقیه. 3 2 1 چقدر زشته. چقدر خوشگله علی. نگاه کن. من تو عمرم همچین دوربینو میگیرم. من تو عمرم همچین لبوبویی ندیده بودم. واقعا خوشگله. عمرم جنسشون یا حتی جنسشون فرق میکنه اصلا. خیلی باحال. آقا نکن. گرونه دیوانه. منو نگاه. آقا من که یه چیز بمب در آوردم. نوبت تو علی. بریم برای تو. این دفعه رو سنگ از قیچی بریم. خدایا. یه بارم هست میدونی که. 2 بار. نه یه باره. کلا نمیشه یه باره. باش. 2 بار میکرد باحال‌تر. نه. بریم آقا. سنگ کاغذ قیچی. دوستان من میخوام
این کجات بود؟ من میخوام یه دونه از این لولا رو باز کنم. لول الو ال. آره الو ال. انگار میخوام میوه مثلا باز کنم. داداش این چقدر سخته باز کردنش. اصلا حالم به هم خورد. اصلا متنفرم. مرسی از لایه بند. داش این چه لوپلوپیه؟ اون مگه توش گنج نگه؟ مگه مال بانک لوپلوپای بانک آینده؟ بانک آینده. این همه من پاره شدم برای این. چیه خب؟ این چمد این ساک میشه. این نگو چیزه. سفر پاره شده برای چیه؟ ببازه سب کن. آقا این همش چیز بود. یوتیوب دیس عروسک دال یس حجاب اسلام. بعد چقدر باحال عینک داره. مثلا یه عینک اندازه علی میشه. کن نشونت بدم به بچه عینک رو نگاه کنید دقیقاً فیت علیه. برای سوراخ‌های دماغشه. دیگه نمیدونم این فکر کنم زربینه چیه؟ این آینه است؟ آینه‌شو فکر کنم آفرین. این یکی هم لباسش ببین چه گوگلیه. چه مزخرف. خیلی گوگلیه، خیلی هم باحاله. خب اینا رو میریزیم. علی بد شانس. بچرخونید ببینیم این دفعه نوبتی کی میشه. علی بیا عقب. با 25 تاه. یعنی هر کاری کنیم تو 10 تاشو حداقل باز کن. 20 حاجی ای کاش یه دونه دیگه می‌خریدی میشه 26. 6 همیشه دوست داشتم برم لبوبوی سبز بخرم. لبوبوی اسپرایت. اینو دیده بودم تو ایران. سپرایت. ولی نمی‌خریدمش. چرا داشتم خب می‌خریدم. سپرایت. بریم آقا. ببین کوکاکولاشو ساختن، پپسیشو ساختن که بچه این پپسیشه. کوکاکولاشو من علی باز کردم. صد داری الکی چیز میکنه. ببین علی نکن خرابش نکن. خب آقا باریکلا. سفیده؟ 3 2 1 بکش بریم. قد با اسپرایتر رو نگاه بچه ببینین اسپرایتر رو تو دستش چقدر خوشگله. چقدر گوگولیه واقعا. خیلی باحاله. یکی از بالترین لبوبویی که باید از این هم تا میخریدی. نه خیلی دیگه پرو میشه. سنگ کاغذ قیچی. بابا ماچه علی آقا بفرما. نه آقا اگه دفعه بعد دیدین دوباره من شدم تو چرا بد شانس شدی؟ خدای بده اینا رو باز کنیم برن گم شن. احساس میکنم اصلا اینا رو دوست ندارم. اصلا اینا رو دوست ندارم. بابا چرا دو لایه میپیچین؟ چرا دو لایه است؟ و بفرما اینم از آقا نکن تو رو قرآن. کپه همونه فقط یه مدل کوچیک‌ترم که نیست. همونه فقط جعبهش کوچیک‌تره. نکن دندونات جر میخوری داداش. علی دقیقاً همونه. موهاش هم حتی همون رنگیه بچه‌ها. همش همونه. نگاه کنین شما اینجا رو. آخه اینجا رو مشاهده کنین. همه چی همونه. به درد نمیخوره. دوباره نگاه نکن بذار بچه‌ها ببینن. ولمون کن. وای علی این سری علی بشه خیلی خوشحال میشه. ببینیم. یک تو. علی شد. اوکی انتخاب کن کدومو میخوای باز کنی. شلپسی. پپسی رو میخوای باز کنی؟ نه شلپسی نه. داداش دیگه انتخاب دست به مهره بازیه. دست به مهره حرکت. دست به علی نمیتونی اینجوری کنی. خیلی خب باشه انتخاب کن. انتخاب کن چی میخوای؟ به نظر من نظر تکنیکلی بخوام بگم خب شما همیشه باید هدفتون رو دنبال کنید. انتخاب کن دیگه. گوگو چقدر سینونو زیباست. بیا گم شو عقب. بیا گم شو میگیرم. بچه‌ها ببینن جعبه رو. بچه‌ها نگاه کنین انواع داره مثل لبوبو دقیقاً. خیلی باحاله. سینونو رو نگاه کن چقدر جالبه. داداش میخوره تو عروسک دیوانه. آفرین جعبه رو خراب نکن اصلا. خب جعبه رو میگم خراب نکن دیوانه خراب میکنه. میگم خیلی عروسک بزرگه سینونو. وای علی این خیلی خفنه. حواست باشه آسیب نبینه. مثل چیپس باز میشه اینجوریه. آماده ای؟ 3 2 1 بازش بذار. نمیخوام برم. آماده ای؟ بذار. 3 2 سلام خوب هستی؟ همین دوربین 3 2 1 چقدر خوشگله. دادا چشاش کو بده من. چشاش دکمه است. بیا اینجا. چشاش دکمه است. نه داش دکمه نیست میره عقب روانی. نکن بچه چقدر باحاله. از لبوبو خوشگل‌تر نیست. جعبش کجا؟ خوشگله ها ولی به لبوبو نمیرسه. عمرم به لبوبو برسه. کدومشه؟ شما هم ببینید خیلی باحاله. این رنگش الان برام در اومد. انواع داره ها. این دمه اینه. دمه اینه آجی. دمه اینه.
اوکی حالا نوبت منه بریم برای نوبت من لیتس گو. البته بچا نوبتی نیست من عادت کردم میگم نوبت فلان شانس همش. بریم آقا. سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی. نزن صد دفعه گفتم نزن. مامانم میگم انتخاب کن کدومو میخوای باز کنی. زوتوپیا کلا رفتی سراغ گنده ها و خفنه ها. زوتوپیا رو علی میخواد باز کنه. برو ببینم چی اول داره. مادر داره پدر داره خواهر داره مادر داره. او چه انواع تمام کاراکترهای زوتوپیا داره. سیکرت هم داره. آره سیکرت اون ببریه رو داره. اون آهسته رو ندارم اون خرسه بود. ولی مثل چیپس بازش کن. آفرین. بریم آقا ببینیم کدومشونه. این خرگوشه است یا اون روباه؟ سلام دادا. بیارش بیرون 3 2 خیلی علی از یه 3 2 خرگوشه وا من خرگوشه بعدم میاد. این چیشه کلاشه شخصیت بعد است. نه این نه داداش خرگوشه شخصیت بعد است. شخصیت اصلی بازیه فیلمه. چی داری؟ این خرگوشه است فکر کنم ببریه است. نیش کنیم بچه‌ها. ببریه است. پلیسه. بچه نگاه میکنه. وای چقدر آره اینم مثل لبوبو درست کرده. بذار چقدر کلاشو بکنیم کلش. نگاش کنین. وای کلاشو بکنیم خیلی گوگلی. کلاشو بکنیم سرش. گوگلی تر از این تو زندگیم ندیده بودم بچه. ببینیم خب اینجوری کلش تنش میشه. چقدر باله خیلی خوشگله بچه. بعد 10 تا دیگه از این بخری ممکنه مثلا یهو روباهه در بیاد کاراکترهای دیگه بازی در بیاد. بازی به انیمیشن میگم بازی. آقا بریم برای بعدی. امیدوارم که من بیافتم. وای خدایا کیه؟ ایکس آقا من میخوام اینو باز کنم کلک اینا رو بکنم. نکن علی دوربین رو بیار اینجا. اینجا رو باش بریم آقا برای باز کردنش. لیتس گو. او قمقمه باشه حساب کن باز میشه مثل دستگاه زمان. ول کن اینو. خب این فکر کنم جدیده. این یه کاراکتر جدیده. این یه فلاسکه نگو که همون لباسه که همونه. این تله که همونه. این آدم هم فقط رنگ موهاش فرق داره بقیهش همونه. یعنی عینکش هم زرده. یعنی افتضاحه. برو بریم برای سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی. ستا پای من بود. آقا حالا که تو دست میذاری رو بزرگا منم میخوام بزرگ بردارم. این یکی از معروف خیلی باحال. فکر کنم آنچلی با موهای قرمز. نه نامیه بچه. یه دونه نامی داریم یه دونه نانسی داریم. این دوتا اینقدر بمبن. من میرم نانسیه رو باز میکنم. بچه نانسیه خیلی دست به مهره بازی آره. بریم نانسی رو باز کنیم بچه. نانسیه که خفن ترین است. وای خیلی هم گرون بود. چقدر خوب یادم نیست دقیقاً چقدر بود ولی یادم گرون تر از همشون بود. 5 میلیارد. چقدر بزرگی نگاه کن. در نیار علی بذار خودم در نیار. خب بریم آقا 1 2 خیلی هیجان دارم خیلی ذوق دارم. بابا پاشو خیلی ذوق دارم. 1 2 3 سبزه زردش چقدر خوشگله. دماغش سوراخه. ببینید چقدر قشنگ. سبز مایل به زرد. اینجوری نگاه کنین بچه‌ها. ولی گوگلیه بچه. خیلی گوگلیه. بعد جنسش رو شما نمی‌بینید بچه. اینقدر نرمه دقیقاً مثل لبوبوست. خوبه. خیلی خوش. ولش کن. بعدی دوباره اومد رو تو. از کجا میدونی؟ از کجا فهمیدی؟ لنز دوربین. لنزمون. بریم سراغ لبوبوی هوسیت که یکی از معروف‌ترین نوع لبوبوهاست. همتونم دوستش دارید. خیلی بچه مزخرف. اصلا اولین لبوبویی هم که رستا توی کانال آپاراتش باز کرد همین هوسیت. لبوبو؟ آره. بریم آقا. اوه رنگشو من ندیدم. وای تکراریه. ولی حالتش شیطانی تره نگو. آره خب اخم داره. هوسیتا همشون اخم دارن. سنگ کاغذ قیچی. داش آخرین بار اگه دفعه بعدی دوباره من شدم باشه. بریم آقا. ماکارون لبوبوی ماکارون معروف‌ترین لبوبو پرفروش‌ترین لبوبوه فکر کنم. خب بریم آقا و معروف‌ترینش البته. 1 2
وای این خیلی خوشگله. بابایی وای تو دوربینه داشت دست نزن این مال منه. بابا خیلی قشنگه. قشنگه میگم تیشرت رنگش چرت نیست خاصه. من اتفاقا اینک خیلی دوست دارم. دوستان برو بریم 1 2 3. خیلی خرفانسی. خیلی این ویدیو شانس ما تو عمرم اینقدر یه جا شانس نیاورده بودم. از کجا میگم؟ رو توه. بریم 1 2. خودش یکی انتخاب کن دیگه دستمالی نکنمش. وای اینو من میخواستم باز. خیلی هم گنده است. بگید علی اول بچه ببینن جعبشو. بچه جعبش گنده تر است برات. خیلی گنده تر از کوکاکولای کوچولو. طبیعی از کوکاکولای کوچولو معمولا سیتر باشه. آقا جعبشو نگاه کن چه جعبه رو. ببین چی داره سیکرت. اوه علی جون مادرت، علی جون ننم. برو علی تو رو خدا اینو من میخوام. علی تو رو خدا 2 بار بهت بدم. وای چی این؟ یو ابوالفضل چی؟ وای خدای من وای چقدر کیوته، چقدر باحاله. اونجا نشون بده به بچه‌ها خود کوکاکولاه. دیگه برام نه این مال من علی. حالا میبینیم بذار ویدیو که تمام میشه. بریم سنگ از قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ بخورم سنگ. آقا نه دستم اینجوری. خیلی خب حق به حقدار میرسه. سنگ کاغذ قیچی. دیدی گفتم حق به نه دستم اینجوری. بچه نیا کنیم نامی هم اینا میتونه داخلش باشه. بریم ببینیم کدوم خوشگلی. خیلی خوشگله خیلی. علی خب خرابش نکن. بگی فیلم بگی. این تو الان همش خوشگل‌تر بود. نه همش باده. آره خب ولی میگم چقدر بستش مونده. بارو میزن. پاره شده. واو. چقدر حبولی و دختر منه. نمیشه این دست این دختر منه. ولی به نظرم نانسی خیلی خوشگل‌تر بود. آره این یکم میدونه فانتزی چیز داره انگار سفال. آقا اینم از نامی مال منه. پشمش شد. دوباره دوستان دوباره. داری از تو نگاه میکنی؟ آره. منم. اندرعلی خب نوبت توه. انتخاب کن. یه دونه از اینا باشه اینجا. اوه اینو بیا باز کنیم. اینو تو واکن من نمیخوام. باز کن. وای چقدر نوع داره. خیلی خوب. از پپسی رو ببینم. پپسی. داداش کدو یکی انتخاب کن دیگه باز کن. پپسی هم کلا 2 تا حالت داره. 2 تا حالت داره یه سیکرت. سیکرت تو این نیست. سیکرت تو بزرگاشه مطمئن باش. خب بریم اینو. خب باز کن. چی اسمش؟ اسنیچ زید گنگستر اسنیچ این. من یه چیزی دیدم تقام زرده. صدا کیه؟ نه زرد. کولاش زرد بود. دیدی گفتم زرد چقدر باحاله. اینم چیزشه که به چیزش بسته میشه. نکن خیلی باحاله. چقدر گنگ واقعا. زد گنگستر اسمش واقعا برازنده شه. من اصلا اسمشو یادم رفته بود همینجوری بهش گفتم گنگ. کاغذ قیچی. داداش اصلا سلطان سنگ از قیچی شدم. نه نوبت منه. اینو بکن. بگیر علی نزن اینقدر روی چیزا. اوکی بچه اسم خیلیاشو رو ما نخوندیم. خب شما دیگه تو ویدیو دارین جعبه‌شو رو می‌بینید میتونید اسمشون رو بخونید. خب آقا لیتس بابایی که دختر و دامن داره. زنجیرم پس کلاشه. خوشگله. رگ نیست ولی حال نکردم باش. اصلا اون جعبش یه انرژی دیگه میده. آقا بده. نکن آقا. گردونه. Let's do this. تو شدی میگه خیلی سعی شدی تو شدی. چی دیگه رنگ برو علی اینو باز کن کلکشو بکن. نه علی تو چون کم شانسی یه چیز خوب برده. یه استیچ دیگه هست. شلپسی چیزایی اینجا شلپسی نه خب استیچه اون نه استیچ. وای صورتی داره نه صورت داداش یعنی چه صورتی داره؟ خب احتمالاً یه چیزی باحال میشه. خب باز لبوبوی چیه؟ لبوبوی پپسی بچه. لبوبوی پپسی نشون بده تو دور. هر آقا بچه نگاه پپسی شلپسی باز کن دیوانه. علی نزه خب خراب میکنی جعبه رو اینجوری دیوان. آرنجم خورد. واو چقدر قشنگ و خوش‌تره. یعنی خوشگل‌تره این نه. وای چقدر چشاشو نگاه.
داداش دیوانه خود داشتیم تازه باش حس میگرفتیم. نمیخواد. بریم سراغ بعدی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. میکی ماوس من دوستشو نشون بده به بچه‌ها، نشون بده. علی به بچه‌ها نشون بده میکی ماوسو. جوجه اردک زشته. وای خیلی هم زشته. ولی خدای زشت نیست بهش میگن جوجه اردک. اصلا جوجه اردک زشت مال میکی ماوس بود. نه دیگه من به اون دست نمیزنم. نجس شد، جیشی شد. اکو توی از کجا میدونی؟ فهمیدم توی. اوکی برا. یعنی لول واقعا افتضاح. این دوباره دست زد. دفترشو بگی دفترشو بخون که بعدا ازش امتحان گرفتن بتونه جواب نکن میخوره تو دوره. وای علی اینا رو همش همونه. نگاه کنید نگاه کنید بچه‌ها، همه چی همونه. موهای این بنفشه مثل اون قردیش دقیقا همش. فقط باید سر هم کنی که ما نمی کنیم واقعا، اصلا علاقه به این ندارم. بریم برای سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. یس! بگید تو دوربین باز کن بچه‌ها ببینم. بابا یه دقیقه صبر کن. چقدر دیوانه ای تو، چقدر دیوانه. او مای گاد. بذار ببینم چی. خیلی هم توپل بریم. 3 2 1 یس! این خدایی چقدر باحاله. یه چشش می‌بینی اینجوری شده تو جعبه معلوم می‌کنش که دونات داره. علی دونات واقعا باحاله. خیلی نکن علی عروسکو خراب نکن، تو دوربین نشون بده بچه‌ها. خیلی باحاله، خیلی خوشگل. افتاد. بریم برای گردونه برای یه بار دیگر. این آخرینشه بچه‌ها که اینجوری باز میکنیم. اون دوتای آخر رو دیگه خودمون همینجوری باز میکنیم. یس! چقدر آخری خوششانس شدیم. باز کن. بازش کن ببینیم چه شکلی. 3 2 وای. سیکرته! داداش تو من اصلا نوعاشو دیدی که آره. سیکرته. وای چه باحاله. سیکرته؟ کلاش آره سیکرته. مطمئنی؟ نوعش نگاه اینجا لباسش خرگوشی داره. سیکرت نمیشه. سیکرت این دوتا پایینیه. آره دیگه نگاه این سیکرته. من معلم تو. این نگاه گوگلیه. این دوتا من اینو دوست دارم. تو همون بده. چه پر حالتش مثل صندوق دوستان. نگاه کنیم چقدر باله. چقدر که بگیر اینجا بچه‌ها ببینن. خوب چقدر خوش بابا یعنی چقدر بوی بستنی میده. نگاه وای علی بکن بوی توت فرنگی مگه میشه؟ خوشی چجوری؟ بوی توت فرنگی میده. بوش چقدر خوب. وای نگاه کنید چقدر نانازو بوی خیلی خوبی داره بچه. خیلی بوش خوبه. عطر بزن برای منو ببین چقدر با کلاسه. آره. اینجوری دستین در بیاری چقدر سنگینه و سفته، یعنی بزنی تو سر یکی میمیره. چقدر مزخرفه. گوگلیه. این برای رستا خیلی خوب. رستا اینو خیلی دوست می‌داره. دوش بعد تو سرمون خیلی بعد میکشتمون. آقا ما همشونو چیدیم، فقط اون ال او الا که مسخره بودن اونا رو اصلا نیاوردیم. اونا واقعا چرت و پرت بودن، اصلا دوست نداشتیم. خب از بین همه این خوبان من تو رو انتخاب کردم. خب آقا علی به نظر تو خوشگل‌ترین و بهترینشون کدوم بود؟ کاملا باهات موافقم. خدای موافقم. بچه به نظر من خوشگل‌ترینش این بود. خیلی خفنه واقعا، خیلی خوشگله. بقیه هم خیلی خوب بودن ها. مثلا من اینو واقعا دوست داشتم. دیگه چه میدونم این کوکا رو خیلی دوست داشتم. اسپرایت رو خیلی دوست داشتم. خب دیگه ولی خفن‌ترینش بود. نه مال منه. نه مال منه. آقا توی ویدیو سر اون جایزه میذاریم. خوش. توی ویدیوی بعدی سر اون جایزه میذاریم. برو بریم. راستی بچه‌ها ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب هم یادتون نره. چیزی تا 100 کوین نمونده. بای بای.